این صلاحیت که از روی مصلحت است چه ارزشی دارد جز آن که نمایشی باشد برای جذب مشارکت مردم؟ ما از این فریب رنگارنگ هر روزه شما بیزاریم. ما دیدیم که چگونه پیش چشمان ما در دانشگاه شریف هنگامی که امنیت و آرامش دانشگاه زیر پای نهادهای امنیتی بود از آنها حمایت کرده و لحظاتی بعد خود را طرفدار جنبش مردم نشان دادیم. انتخابات سال 96 را به یاد داریم که اصلاحات به پشتوانه رأی مردم به صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، اما سرانجام صاحب منصبان آن دولت ادعا کردند که دولت مسلح اجازه نداد برنامه‌های ایشان پیش برود. اگر ادعا دارید که می توانید تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آنکه تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است. آیا نمی‌دانید سازمان نظامی که افتخار پوشیدن پیراهن آن را دارید اکنون یک تشکیلات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است؟ در چنین شرایطی ریاست جمهوری چه معنایی دارد وقتی نه توان نفوذ در رأی بالاسری خود را دارد و نه می‌تواند از دخالت نهادهای موازی با خود مسئول بماند؟ امروز حاکمیت چنان مست در غرور است که حتی سیلی عدم مشارکت مردم در مهمترین عرصه سیاسی نیز او را هوشیار نمی‌کند. هرچه باشد یادمان نمی‌رود که آن بیماری که مرگ را به بالین مردم آورد نه کرونا که ویروس منحوس خودکامگی بود، ویروسی که ما در دانشگاهی زندگی می‌کنیم که دیگر خانه امن نیست بلکه به مکانی امنیتی تبدیل شده است. همان زمانی که مردم در پی مطالبه لقمه نان به خیابان آمدند و وزیر کشور دولتی که مورد حمایت حامیان فعلی شما بود در پاسخ به کشتار مردم در کمال وقاحت مدعی شد که هم به سر شلیک کردند و هم به پا. در زمینی که اصحاب قدرت ساختند خواهرانمان به یمن گشت ارشاد امنیت حضور در خیابان را ندارند. ما روبوده شدن زنان و دختران را به جرم گیسوان دیده‌ایم. آقای پزشکیان، شما گفته اید که با دختران بی‌حجاب نباید با خشونت برخورد شود. آیا فراموش کرده اید که بی‌حجابی برای نظام حرام سیاسی اعلام شده است؟ مقامات بالادستی دستور به چنین برخوردهایی بدن؟ آیا شما جرأت ایستادن در برابر خواست آنان را دارید؟ می‌دانیم که اکثر مواردی که ترک کردیم از اختیارات ریاست جمهوری خارج است و احتمالاً پاسخی برای آنها نداشته باشید. ما از نیت واقعی شما خبر نداریم، اما از خود بپرسید که اگر برای سوالات پاسخی ندارید بهتر نیست با خروج از این بازی تکراری به توهم دموکراسی دامن نزنید؟ بهتر نیست که فرد مورد تایید حاکمیت بار دیگر آسوده و راحت به انتصاب برسد؟